سلام رفقا، چطورین؟ من محمد رضا ام و خیلی خوش اومدین به لیلی آنباکس. امروز میخوایم که یه تفنگ پوکه پرون آنباکس کنیم، پس خیلی معطلش نمی کنم و بریم سر وقتش. چرا عمل نمیکنه؟ عجیبه، بذار یه ذره تمیزش کنم ببینم. خب اینم از این. ولی یه ذره کوچیک نیست؟ من انتظار چیز بزرگتری رو داشتم. این چیه دیگه؟ تیراش هم که ژله‌ایه. زیاد اذیتتون نمی‌کنم. بریم سر این چیزی که ما می‌خواستیم. اینه ترو شیل مدل گان کلت، طرح گلاک، اسلحه معروف گلاک، کلت گلاک که به 3 زبونم اینجا داره اخطار میده برای سنین زیر 8 سال. این مثبت 8 ساله. این کلت 4 تا مدل داره که اینی که الان تو دست منه مدل 4م که البته سبزه، ولی خب چیز خوبیه، فروش بالایی داره، خیلی پرطرف داره، ولی اشکال نداره. ما این کوچیکرم میاریم آنباکسش میکنیم. پس بریم اولم اینو بازش کنیم. خب اینم طرح همون کلت معروف گلاکه که قنداقه کار میکنه. یه لقی داره گلنگدنش مثل C19 مدل طرح اصلیش، دستش پلاستیکه و گلنگدنش فلزه. این تقریبا نصف قیمت این یکیه که تیراش هم ژله‌ایه. حالا یکیشو امتحان کنیم ببینیم. قنداقش هم خشابش هم در نمیاد، ثابته، هیچ کدوم اینا کار نمیکنه، هیچ کدوم. باید به این شکل بذاری سر تفنگ. واقعا فشارش عالیه، خیلی فشارش خوبه، قدرت پرتاب خیلی عالی داره. بریم سر وقت این یکی. اگه این نصف قیمت اینه، این یکی واقعا خوبه. پلاستیک 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 نمیدونم، اونم باید پلاستیک باشه. فکر میکنم اینم پلاستیکه. آره پلاستیکه. خب یه دونه صدا خفه کن داره، پلاستیکه، و تیراش که واقعا خیلی قشنگ کار شده، بسته بندیش فوق العاده است، نسبت به قیمت که داره واقعا میارزه. دونه دونه‌شو در بیاریم ببینیم که چیاست. خب ما اینا رو چیدیم. خیلی عجیبه، 8 تا پوکه داشت، 10 تا مرمی یا فشنگ، نمیدونم چی بهش میگن، که خب 2 تا الان پوکه کم داره. خیلی عجیبه. شاید هم این 2 تا رو گذاشتن که اگه اون
گم شد این دوتا رو زاپاس داشته باشی، ولی خب خیلی مسخره است اینجوری. بریم جا بزنیم ببینیم چه جوری میشه. دونه دونه اینا رو باید جا بزنیم، خیلی سخته. باید این زیری ها رو هل بدی پایین و یه ذره این مرمیاش شلوبله، وقتی دست بهش میخوره میره داخل پوکه. یه ذره کیپتر بود فکر میکنم بهتر جا میشد، ولی خب خشابش خوبه، خشابش سفتی خوبی داره. خب همه رو جا زدیم، بریم بابای بچه رو بزنیم سرش. فکر میکنم اوکیه. از اونجایی که حوصله ندارم برم دنبال فشنگش بگردم، اینجا میذارم ببینم فقط پوکش رو پرت میکنه یا نه. چی شد؟ خبری از پوکه نیست. بعدی رو بزنیم. خب بریم جا بزنیم ببینیم که خب فشنگاش هم زدم سر جاش. بریم بزنیم ببینیم بابای بچه چقدر قدرت داره. کلنگدن رو میکشیم و اونجایی که حوصله ندارم برم دنبال فشنگش بگردم تو دستم میزنم ببینم چی میشه. خب شدت خوبی داره. با کشیدن گلنگدن هم پوکش میفته بیرون، جالبه. و بعدی خب فقط الان میمونه که لوله خفه کنه رو هم بزنیم سر جاش. با لوله خفه کنش هم کار میکنه. موقعی که گلنگدن رو میکشی پوکه میفته بیرون و بعدی سر جاش میره. این الان باید بیاد بالا. به همین شکل با لوله خفه کنش هم کار میکنه و شدت خوبی هم داشت. امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. اینم کوچولوه بچهش. این تفنگ فروش خیلی خوبی داره. حالا یه تایمی هم میذاریم که ویدیوی باز و بستش رو بگیریم، پیچاشو باز کنیم، کلا در بیاریم، اجزای داخلیش رو ببینیم که مکانیزم عملکردش چجوریه. وایسا اینجا نرو جایی. مکانیزم عملکردش چجوریه. فکر میکنم با اون ساچمه‌یا خیلی فرقش باشه. اینم اگه بتونیم بازش میکنیم. فکر میکنم اینم بشه باز کرد. خیلی رو مخه این لطیه، ولی خب خوبیش اینه که فلزه، وزنش هم نسبت به اندازش خوبه. امیدوارم این ویدیو خوشتون اومده باشه. ما رو لایک کنید، سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدیمون رو از دست ندید. ما تقریبا هر هفته یه ویدیو داریم که حالا کامنت اگه بذارین میدونم که کدوم بخش رو دوست دارین، کدوم بخش رو ازش راضین
و خدا نگهدارتون باشه.